یا سلام علیکم حضرت. علیکم السلام و رحمت الله. بله سوزن خوبه، از سلامتی خوبه. کنیم گپ زنید تا اینکه بیشتر بتونیم یعنی که صحبت برادر کردن. محمد اقبال، ما همجا کروچ یک گروه بچه کلوبیم. همجا یک روسی گپ تاجیکستان یا 5 تا چوپلوس اومگی بخاین شگرونای خدا کیوزی طرفدار خودشون شدن نصیحت چون که هم فهمیدن. نه می اومدم میگم طرفدار پیشواشون میکنن، پیشوای خیلی و خیلی اینا امروز الحمدلله اومدن در اینجا مثلا اینترنت همه چیزا دیدن فهمیدن که حق در کجا بوده، باطل در کجا بوده. ان شاء الله که هدایت یافتن با واسطه شما. بله ان شاء الله که ما برادر گرامی همه برادرانی که در مورد آنچه که میشنوند و همه جانبداری میکنن ما همه شماییم، ما یگان کسی دیگه نیستیم. ما درد دل شما را میگیم. ما آنچه که از مصیبت هایی که در وطن میگذرد شما در مهاجرت قرار دارید، آن مصیبت هایی که پدر مادر برادر نزدیکان شما در اون قرار دارن، ان شاء الله که ما در همون موارد صحبت میکنیم. ما میخوایم که پدر مادر نزدیکان شما آزاد باشن. بله یک تلفن 6 نفر تماشا داریم ما بابا محمد اقبال. سلامت باشه و الله حفظتون کنه و خدا خواهد. همجا اینا ها ما میگه که استعفا با امامعلی رحمان. سلامت باشه برادر کلوبی. اینمی محمد سعیدوف گفته بود که این برادر برنامه مخالفا رو همون 200 300 کس تماشا میکنه، برنامه ما رو 7 8000 آدم تماشا میکنه پخش مستقیم. با هر یک همین 7 8000 آدم با 100,000 آدمی که تماشاش میکنه، هر یک همین برنامه را 5 6 10 15 20 نفره آدم هم در پیش یک تلویزیون و تلفنش تگی تماشا میکنه. برای چی؟ برای اون چیزی که قسم به خدا پرابلم قرار داره همون رو میشنوه. بابا جی قسم به خدا همین شخصیت ها ای تاجیکستان اومگی بودن اول میترسیدن که همین برنامه رو تماشا کنن. همین خواهشون کردیم که میدروین مثلا تماشا میکنن برنامه تا اخیر لایک هم میمونن، همه چیزا پادلیستش هم میکنن. الحمدلله همشون میشناسن شما را. سلامت باشم برادر. دیده وزیر رحمان فا با یک مانند بوت هندیا میشناسن. الله اکبر. چینگاچوکایو چینگاچوک. سلامت باشی برادر کلوب. الله حفظ. فرعون آکاش بود. ان شاء الله که خدا اینجا را فرصت اخیران شما میگه. که خداوند عاقبتش بخیر کنه. سلامت باشید برادر، الله حفظتون کنه.